درود بر شما، شب خوش جناب دکتر خوشنام. من میخواستم ازتون خواهش کنم در مورد برنامه هفته آینده که مولوی در ترانه نام داره توضیح کوتاهی برای شنوندگانمون بدید. ما اصلا این کانون آوازه از وقتی که کارمون رو شروع کردیم، چون این 4مین برنامه ماست در واقع، چون 2 برنامه دیگه داشتیم قبل در آغاز، پیانوی ایرانی، اپرای ایرانی و بعد ترانه‌های مشروطیت. حالا 4می است که مولوی در ترانه است. بیش از هر چیز ما جنبه اینفورماتیو، یعنی جنبه آگاهی دهنده برنامه رو در نظر میگیریم. دلمون میخواد که علاوه بر اینکه لذت میبرن مخاطبین، در این حال آگاهی هایی درباره موضوعی که مورد نظر هست به دست بیارن. این آگاهی ها را از طرق مختلف عمل میکنیم. مثلا در مورد مولوی هم دکلاماسیون شعرش رو داریم، هم گفتار دربارش داریم، هم نگرش غربی ها، مغرب زمینی ها رو به او داریم، حتی تأثیری رو که جوانهای غیر ایرانی گذاشته و در موسیقی پاپ به خصوص منعکس شده. بسیاری از خوانندگان پاپ در واقع به دکلاماسیون و خواندن شعرهای مولوی روی آوردن. به اینها نیز بپردازیم. در واقع هدف ما این است که بگوییم مولوی شاعر جهانی است. بله. تنها متکی به ما ایرانی ها یا افغان ها یا تاجیک ها نیست. میدانید تاجیک ها، ترک ها، افغان ها، ایرانیان هر کدوم مولوی رو منسوب به خودشون میدونن. بله. ولی با آرمانی که مولوی داره در واقع همه اینها اشتباه میکنن، چون مولوی متعلق به جهانه. صحیح. امروز با فروش صفحات مولوی در اروپا و آمریکا به اثبات رسیده که واقعا یکی از بزرگترین شاعران جهانی است. بله. در آماری خوندم که شمار فروش صفحات مولوی در آمریکا و اروپا بیشتر از صفحات شکسپیره که حتی در مدارس خوانده میشه. باز آمدم از پیشان یار آمدم، در من نگر بهر تو غم خوار آمدم. باز بگم که بیشتر ترانه‌هایی که عرضه میشه قسمت اعظمش کار آقای مجید درخشانی است که در واقع محتوای CD هست که ایشون با خانم جویا ضبط کردن. در واقع بازخوانی این ترانه هاست. بسیار عالی. من از حضورتون خداحافظی میکنم. امیدوارم که هفته آینده ما با استقبال خوبی روبرو بشیم. شنبه 8 سپتامبر ساعت 8 بعد از ظهر در سالن غینیشس لندس موزیوم در شهر بون. خواهش میکنم. خدا نگهدار. دزدیده چون جان میروی اندر میان جان من، سرو خرامان منی ای رونق بستان من، ای رونق بستان باز آمدم از پیش آن یار آمدم، باز آمدم از پیش آن یار آمدم. در من